بالاخره حکم تتلو شکست. آقا یه خبر خوب برای تتلیتی ها و خواننده های رپ. تتلو که چند وقت پیش خواهرش از حکم قصاصش خبر داده بود، امروز مشخص شد رسما نجات پیدا کرده. بهمن بابازاد خبرنگار حوزه موسیقی گفته حکم امیر تتلو شکسته و به زودی اخبار خوبی درباره این خواننده منتشر میشه. حالا جالب این وسط عموی تتلو میگه این خواننده توی زندان یه هفته‌ای است که با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کرده، ولی معلوم نیست اون دختر دقیقاً کیه. در واقع امیر تتلو به خاطر اتهامات مختلفی که همچنان نهایی نشده به حبس محکومه، اما به خاطر توهین به پیامبر اسلام بهش حکم سنگینی دادن که ممکنه به قیمت جونش ختم بشه، ولی خودش پشیمونه و اعتراف کرده که کارای اشتباه زیادی مرتکب شده. البته اگه فقها و قضات ببخشنش و خودش هم توبه نامه بنویسه که قطعا نوشته، نجات پیدا میکنه. اما همچنان درباره 25 سال حبسش کسی چیزی نگفته و گویا این زندان طولانی مدت قرار نیست کم بشه. من که میگم این آزادی و بخشش نصیب همه جوونا و کسایی که پشیمونن بشه. اگه میخوای اخبار رپ فارسی زودتر از بقیه برسه به دستت، پیج اسکای باندر رو فالو کن.